نشو ابراهیم سردارم سردیه او را میکشه سردارم از برای این بیشرف سرطان را در بلا نمانید ابراهیم من برای یک فرصت دادم این آدم جانی مرا سوزاندن خواهد من هم جانی او را میسوزانم کاردار نشو تو به کجا لعنتی زودتر به او کمک کنید سردارم ببخشید مجبور بودم که این کار را کنم آتش را خاموش کنید آقای حمدی التماس یاردم کنید دستت رو ده آقای حمدی اوسیا خوب هستی؟ تشکر آقای حمدی خوبه کریم رو باید یابیم تا به آقای بشر یکون کار نکند نام شوهرم رو با زبانت دیگر نگیر خانم به خود بیایید اوسیا یگان گناه ندارد دست پشت بشر برای چی نرفتی؟ بشر در کجاست؟ بشر در کجاست حمدی؟ خانم غمشان نخورید سرکن از پشتشان رفت با او یگان چیز نشده است او رو پیدا میکند سرکن زنگ میزند الو سرکن اکم را یافتی؟ اکای حمدی سردار رو یافتم به بیمارخانه برده ایستادم لیتنانت کریم چی؟ سرجان رو با پلیس خانه برد مایل شکت در بیمارخانه و میخوره در کجا بود است؟ چه خیر بود است؟ سرکن اکم رو به بیمارخانه برده ایستاده است بیا زود رویم کریم چه خیر بود است؟ او رو باشد با خودشان بردن بیا زود رفتیم استا تو با هیچ کجا نمی روی خانم اوسیه من باید کریم رو بینم
ҳамдӣ инро гирифта ба хонаи ферма бубар ва дар наздаш одам бигузор то омадани ман ба ҳеҷ куҷо наравад. не ман бояд каримро бинам. ту акнун баъд аз ин чизе ки ман мегӯям ҳамонро мекунӣ. ҳамдӣ ӯро бубар. майлаш хонум, шумо ба беморхона равед, ман ӯро гузошта баъд меоям. акаи ҳамдӣ рафтем. сар диҳед маро. ман ба шумо чӣ кор кардам? илтимос сар диҳед маро. хаб кун осия, сари маро дар бало намон. акаи ҳамдӣ. аз пеши дар дур нарав. ӯро нағз нигоҳ кун. чингиз дар куҷо ҳаст? лабай ҳабдиҷон, ман ба ту чанд маротиба гуфтам ки маро ака медонӣ, ҳа? акай ҳабдӣ, акаҷони ҳабдӣ. кору борат масхарабозӣ. маро гӯш кун. осия дар дарун ҳаст. чашмонатро хуб кушо. ман ба назди акат меравам. ғамашро нахӯр ҳабдиҷон. акаҷон, акай ҳабдиҷон, ин тарафаш дар дасти ман аст, ғамашро нахӯр. серкан ӯ дар куҷо аст? хуб аст. дар шӯъбаи эҳё. духтурҳо дар наздашон. зир нашавед хонум осия. ана духтур ҳам омад. духтур, ман ҳамсараш. аҳволи шавҳари ман чӣ тавр? хавотир нашавед. каме пас ӯро ба ҳуҷрааш мекӯчонем, баъд ӯро зиёрат карда метавонед. худоро шукр, худоро шукр. карим, барои чӣ ин хел рафтор мекунӣ? маро, фарзандатро фикр намекунӣ? каме пеш ба ман ваъда дода будӣ. ба ту ба хона рав нагуфтам моҳ. дар охир зори шаҳрро дошта овардед ба ин ҷо. сардорам, лейтенант, барои гап задан ба ту иҷозат надодам. туро огоҳ карда будам ҳамин тавр не лейтенант? аммо ту чӣ кор кардӣ? зурриятро давом додӣ. нафсатро ба корат дахолат кардӣ. ҷавоби ҳамаи корҳои кардаатро медиҳӣ. ӯро ба назоратгоҳ бурда маҳкам кунед. не илтимос набаред ӯро. илтимос. сардорам, лейтенант карим рӯзҳои вазнин мегузаронад. ба ӯ боз як фурсат диҳед. ин кори кардааш бахшанда нест иброҳим. баъд аз ин корҳои кардааш кораш ба охир расида метавонад. ба ӯ чанд маротиба огоҳ карда будам. инсон пеш аз қадами мондааш аввало охирашро фикр мекунад. дуо кунем ки ба башар ягон чиз нашуда бошад. آسیه جان، همین جایم. خوب هستی؟ خودت رو چی خیلی حس میکنی؟
خوبم. آسیا در کجاست؟ وقتی که من تو رو اینقدر نقص میبینم تو او رو چقدر پرسیده میتوانی بشر؟ چقدر این رو با من کرده میتوانی؟ من از برای تو شده از پسرم جدا شدم. یک حیات حسرت کشیدم برای که تو رو دوست میداشتم. در زندگیم یگانه زنی رو نقص دیدم این تویی. غیر از تو دیگر هیچ کس را نقص نمیبینم. التماس با من باور کن. این طور باشد این رو با من اثبات کن. چطور آسیا؟ کریم و آسیا رو خانه دار بکن. آسیا پسر تو مرا به این احوال آورد. میفهمی؟ خواستی او آسیا هست. تو امروز اینقدر آدم رو خانه دار کردی. آنها رو هم خانه دار کن. با خودشان یک خانه یک زندگی تشکیل کنند. من هم همین خیلی دوست داشتنت رو باور کنم. محروف و کریم فرزنددار میشوند. از من چی خواستنت رو نمیدانی. کریم محرو رو دوست نمیدارد. معلوم است که بینشان یگان نکاح رسمی نیست. نگاه کن آسیا رو راحت نمیگذارد. معلوم است که حامله دار نیست بلکه دروغ میگوید. آسیا گپ های بیهوده نگوی التماس. اگه خوب هستید عسکرها در پیش در برای بیانات گرفتن انتظارند. چی گویم؟ خوبم حمدی. گپ زن بیایند. بشر کریم رو با دست پلیس ها نمیدی؟ از بالای شکایت نمی کنی؟ آسیا شد اکنون. این طور باشد من کریم و آسیا رو خانه دار میکنم و از زندگیمون میبرونم. الو عرفان، این من ینگه آسیات. عرفان مرا خوب گوش کن. با کمکت احتیاج دارم. مسئله مهرو است. من درباره این دختر معلومات گرفتن میخواهم. مایلش انتظار میشوم. عرفان این خیلی ضرور است. ابراهیم شما خطا میکنید. در اینجا باید من نباشم. شنیدی ابراهیم؟ آن پلید باید در اینجا باشد. ابراهیم ابراهیم مرا برارید بشر رو اینجا محکم کنم.
چه خیلی که گفتم از هیچ کس شکایت ندارم. تو خیلی آدمی بارم هستی بشر. بعد اینقدر کارهای خطا کرده کریم باز دلسوز بودنت رو نشون. برای تو کردم آسیا، زیخ نشوی گفتم. کی زنگ میزند؟ از خانه زنگ میزنند. به فکرم آیشه است. خواطر شده کیست؟ من بر اومده گپ زنم. پس اون دکتر رو میبینم. برای جواب دادن چه حجت ها میخواسته باشد؟ مایلش جان. چیکار کردی عرفان؟ یگان چی پیدا کردی؟ شما در حقیقت از برای خانم آسیا شکایت نکردید. این حریف را با دستان خودم جزا میدیم. اگر محکم میشد از ذوق خودم را محروم میکردم. آسیا در کجاست؟ در خونه فرماکا. خواطر نشوید. آفرین حمدی. مادر برای من اومده. مادر بیدار شوید. مادر التماس بیدار شوید. التماس مادر بیدار شوید. خیزید مادر بیدار شوید. پدرم نامده بیدار شوید. تو کی هستی؟ مادر جان منم اسماعیل. مرا نشناختید؟ بیاید مادر جان. اگر پدرم بیاد شما رو میزنم. ما رو باز جدا میکند. از خانه شما رو پیش میکند. به غضب میشود. پدرت گفتی؟ میزنت گفتی؟ بله. بیاید بیاید بیاید. پدرم ندیده. بیاید مادر جان پنهان شوید. تو چی میگویی؟ راست میگویی عرفان؟ بله اگر راست میگویم. کریم هم در عملیات نکاح موقتی با ماه روشناس شده است. این خیلی باشد چی کاری میکنی نمیکنی؟ برای من تلفنی دامولو رو پیدا کن. کریم رو از وای دختر خلاص داده. با دختری دوست داشتهش با آسیا باید خانه دار کنم. عرفان زنگی تو رو انتظارم. کشایی چی شد؟ سردارم رفیق پالکونیک شما رو با اتاق اشق میزنن. چرا؟ سردارم از بیمارخانه بیاناتی به شهر خرطای اومد. و فکرم برای همون. مالش. درا مرا جیغ زده اید سردار. بشر خلطای به خود آمده است. در بیمارخانه عریضه‌اش را گرفتند. از تو شکایت نشده است. برای همین تو را آزاد کردم. لیکن با این خیلی رفتارت همه را به خطر میگذاری. کاری کرده‌ات را درست کن. لیکن اگر گذشته‌ات را حل کردن خواهی اجازت نمیدیم که از وظیفت استفاده بری. من مشکلی های شخصی هم را به کارم داخل نمی کنم سردار. لیکن آن بشری پلید کارهایش را پنهان کردنی شود. انتظار نشود که من در گوشه خاموش و بی صدا بشینم. به تو خاموش و بی صدا شین نمیگویم. لیکن میخوام که با قانون با حقوق حرکت کنی. تو باشی چیکار میکنی؟ یک روز پس رفته به خانه وی حمله میکنی. این کارهای کردت حتی برای از وظیفه آزاد شدنت کافی است. من از پشت تو گناههای کردت را تازه کنم لیتینانت. غم نخورید سردار.
акнун корҳои маро тоза кардан лозим намеояд. истеъфо медиҳам. аризаам ба зудӣ дар рӯи мизатон мешавад. бо иҷозати шумо. сардорам истед. сардорам, агар иҷоза диҳед, ман ба ӯ худам гап занам. ака, фарид гуфтани як одам омадааст, шуморо дидан мехоҳад. аз хона бачаҳо оварданд, домуло равон кардааст барои кӯдак. чӣ кор кунем? ҷеғзам биёяд. фаҳмо ака. шифо ёбед ака. ман ҳам ба хонаатон рафтам. маълум барои чӣ. вай масъалаи кӯдак. шод хомӯш шав. چی قدر میخواهی؟ پدرت را بسیار میزند. اسماعیل، من مادر تو هستم. دیگر من رو تنها گذاشتن نروید. میلش مادر. چی گریه میکنی؟ نگاه کن. همه این پول است. پول میفهمید. این اشک چشمانت را خشک میکنند. فرید، من فرزندم رو فروختن نمیخواهم. التماس این کارو نکن. من را دیوانه نکن احمق. نباشد تو رو هم کودکی در بدنت بوده را میکشم. میفهمی؟ اکنون گیر اینها را. گیر. رو از اینجا. دفشم. من را گوش کن. اگر یگان نامعقولی کنی تو را میکشم. رو. دفشم از اینجا. رو. حمدی، آسیه کجا شد؟ من آسیه، مادر کریم. با تو درباره یک موضوع مهم باید گپ زنم. مایلش گوش میکنم. در تلفن نمی شود. تو در کجا هستی گپ زد؟ من با اونجا بیایم. من در خونه کریم هستم. مایلش من حاضر می آیم. مایلش انتظار می شوم. خدایا این زن با من درباره چی گپ می زده باشد؟ الو دومولو، دختر در خانه بوده است. شما مرا درست فهمید. مرا ندیدید، نمیشناسید، نشنیدید. میلش خانوم، اکا میبروید. شما را انتظار هست. میلش حاضر می روم. تو با مکتب نمی روی؟ پدرم در مکتب چی میکنی میگوید. برای همین من رو با مکتب اجازت نمیدهد روم. من مکتب نه، شما رو میخواهم مادر. دیگر من رو تنها گذاشته نروید. اسماعیل، من با تو چند مرتبه گفتم که هزم ها را در پیش خانه جمع نکن. ها؟
ایوه پدرم اومدن. مادر بیاید در درون جوان پنهان شوید. بیاید. نترسی یگان کار نمیکنه. شما را بینت باز میزنن. بیاید مادر. بیاید پنهان شوید. تستا زودتر. زودتر باشید مادر جان. پنهان شوید. آوازتون رو نبرارید. اسماعیل صدایت را برار پسرم. کجا شده باشد؟ و مثل مادرت تو هم گریختی چی ها؟ انا اومد. بشر من کریم رو دیدن میخواهم. حاضر وقتی همین اساسیه. بشر التماس زید نبرو. وای پسری من است. او رو باید ببینم. میلش چه خیلی که میخواهی رفتم میتوانی. غم نخور. دیر نمی کنم. دیر نشده در خانه میشوم. اکا به خونه میروین؟ نه به فرم رفته آسیه را باید بینم. حاضر خانم آسیه نیست. الو چی شد؟ خدا زند تقسیم شود کابد. چی شد همدی؟ آسیه باز در هیچ کجا نیست که. لیکن شما غم نخورید دورو میروبند. با یک دسته آدم های احمق سر و کار دارم که یک دختر را صاحبی کرده نمیتوانند. مرا گوش کن. بچه ها را بگو روز شب نشده آسیه را پیدا کرده به نزد من بیارند. رفته. تشکر پدر. اما کم نیست؟ در همین جا بود. یک تلفن شد رفت. امکت را منو گپ زن. این حادثه ها چی است؟ هیچ حادثه ای نیست پدر. اگر اون مسئله را گویید غم نخورید. انتقام ما رو میگیرم. مان پسرم من نمیخوام که به تو یگان ضرر رسد. بگذار رود. تو هم از پیش نشو. کار و بارت رو بینی. نه نمیشود پدر. آن حیوان جوابی کارهای کردهش رو میدهد. شما البته نمیدانید مهرو دختری آن پلید بوده است. چه ها میگویی پسرم؟ درست شنیدید پدر. هم از او و هم از آسیه برای انتقام گرفتن با مهرو خاندار میشوم. دنیایی برگردانده پدر. همه دوستدارش رو همه چیزهایش رو از او میگیرم. قصد گرفته با دختر خاندار میشوی که او را نقض نمیبینی. عیب نیست مگر حیفی وی دختر هم. به هیچ کس حیف نیست پدر. مهرو هم میخواهد با من خاندار شود. خیر میلش به من اجازت دهید. مهرو هم در خانه است. میلش پسرم. چی شد؟ فکر کردی که از ما میگریزی؟ من حامله دارم. کودک دار میشم. شوهرم اسکر است. مرا تنها نمیگذارم. همتون رو میکشم. تا قرضت رو ندهی تو خلاصی نیست. گیرید این را. سرده. اسماعیل در کجای تو لعنتی؟ من به تو چند بار گفتم ها؟ چند بار گفتم ها؟ کنی خز از جایت. خز گفتم. من به تو چند بار گفتم ها؟ کنی تو رفت برای من یکان چیز بیار.
خیز از جایت زودتر رو برای من یکان چیزی خوردنی بیار مثل گرگ گرسنه‌ام مثل مادرت گریخته میرفتی آن لعنتی سرم را گران کردی متهم زودتر بیار کلی به اینجا من به تو گفتم من این چی است؟ چی است نه؟ چی است؟ به تو میگویم نمیفهمی چی است؟ از کجا گرفتی؟ گبزن چی خاموش داده ای؟ گبزن گبزن چی زبانت را خوردی؟ گبزن لعنتی از کجا گرفتی؟ ای شرمنده کنی اینجا بیا اینجا بیا من به تو نشان میدیم کنی گوی ها مادرت آمده بود گوی گبزن کنی چی خب ایستاده ای کنی گبزن چی نگاه میکنی من گوش کن مادرت آمده بود با مادرت وا میخوری ها کنی گبزن میگویم مایلش حاضر دیگر خیلی گپ میزنیم خودت خواستی حاضر کنی حاضر گپ میزنی استیاب نزنید مادر پدر التماس مادرم رو نزنید پدر التماس مادرم رو نزنید از خونه پیش نکنید تو کی هستی؟ گوش کنید من به شهر میرفتم خودم را بد حس میکردم بیهوش شدم پس به این خانه در آمدم امشب در اینجا ایستم سحر بعدم میدونم میروم البته از دیدن شما بر این مسافر شاد شدم گذشته شینید راحت باشید من در دیگر حجره خواب میکنم سخت درد کرد بیا تا عقلت به سرت آمدن در اینجا میستی و بعد به کار شروع میکنی فهمیدی؟ التماس ماند روم التماس من کار کردن نمیخوام من میخوام خانه دار شوم چقدر پولی که خواهید میدیم بابا دید کریم چنغرت است پیامک روان کنیم شوهرت خواهی نشود من اکنون تو رو دیگر دیدن نمیخواهم کریم دیگر به من زنگ نزن و مرون نپرس التماس مرا سرده التماس وای این چی معنی دارد؟ گوش کن تو وقتی که به خانه موقتی آمده بودی هنوز 14 ساله بودی اینجا خانه توست انسان خانهش رو ترک کرده نمی رود عیب است نمیخوام التماس بسیار عیب است نمیخوام آخی
دوملو لبای با شما خبر خوش دارم. یک دختر خیلی زیبا یافتم. در زندگیتون این خیلی دختران ندیده بودید. اگر با شما بیارم پولی زیاد کار میکنید. مایلش تو اول دختر رو بیار بینیم برای واسه چیزی که میخوایی میدی. مایلش نباشد سحر به نزدتون میبرم. مایلش تو چیکار کردن میخوایی مهرو؟ چی میخواهید؟ من تنها خوشبختی تو رو میخوام پسرم. یگانه چیزی که میخوام همین است. میخوام که با دوست داشتت یک جا شوی، با اوسیه خانه دار شوی. گوش کنید خانم اوسیه. یکم این که من پسر شما نیستم. دوم این که شما هم مادری من نیستید. سیوم این که اوسیه برای من دیگر وجود ندارد. این رو رفته به او گویید. پسرم التماس. بس است خانم اوسیه. شما را هم اوسیه رو هم دیدن نمیخواهم. از اینجا روید. سحر شد همدی. شکل دختر رو یافته نمیتوانید. بشر؟ چی گپ شد؟ چی میشود؟ آسیا در هیچ کجا نیست. بلکه پسرت دزدیده است. چه خیلی میشود؟ در کجا باشد؟ گوش میکنم داملا. منم مهرو. داملا مرا در خانه نکاحی موقتی حبس کرده است. التماس آمدم مرا خلاص کن. من باید از اینجا برایم. تو را حبس کرده است؟ مایلش انتظار شو، من حل میکنم. همدی لبایکه داملا مهرو را در خانه نیکا حبس کرده است. چی گپ شده باشد؟ بیا رفتیم. بشر؟ با کجا؟ یک کار برآمد. خوش آمدید اکای بشر. من هم به شما زنگ زدنی بودم. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ چی کار کردم اکای بشر؟ دختری مرا محکم کرده ای. نه هیچ کاری نکردم. چی ها میگویید؟ مهرو را میگویم. هر کجایی که نباشد گرفته بیارید. مهرو دختر شما بودنش رو نمیدونستم اکای بشر. نباشد؟ اکنون فهمیدی؟ مهرو دختری من است. از او دور شو.
مهرو حاضر وقتی گپ زدن نیست. حمدی مهرو را بردمان و برگرد. اکی بشر من از این خبردار نبودم. مهرو از خردیش در خانه‌های ما کار میکند. چند ماه شد که نبود. نباشد شد. خاموش شو. دیگر با آن دختر کاردار نمیشوی. استاد فرید دختر را آورد. میلش به اینجا بیار. بخیر است. چه خیلی دختر؟ فرید من بچه‌ای که به نزد شما روان کرده بودم یک دختری نو در دستش پیدا شده است. در خانه‌های نکاح موقتی کار کند گفتم. منم اول دختر رو بیار بینم گفتم. لعنتی این زنیمان است. میکشم تو رو لعنتی. این زنیمان است. خواهش میکنم اکا خدا نمیدونستم وقتی که اومدم در خانه بود نمیدونستم اکا به خدا. اکوی بشر آرام شوی. سرده. آسیا خوب هستی؟ این حریف تو یکم کار کرد؟ میلش از جهت خیست میرویم. میکشم تو را. مهرو؟ کریم بیا گذر. دیدی؟ باز تو را نجات دادم. دیگر فکری از من گریختن را نمی کنی آسیا. خانم آسیا از من نفرت میکند. او همه چیز را میداند. التماس مرا سر دهید. ماند که من روم. در اینجا با من میمانی. مرا دیوانه نکن. اکا دختر رو برده رسوندم، لیکن در وقت اومدن خانم موسیه رو دیدم. باز به نزدی پسرش میرفت است. به نزدی پسرش میرفته است. خیلی ترسیدم کریم. التماس مرا دیگر تنها نگذار. ترسیدم که تو رو دیگر نمیبینم. تمام مهرو نترس، من در همین جایم. باز چی میخواهید؟ آسیا در هیچ کجا نیست. فکر کردم که با تو است. من دیروز گپهایم را گفتم. آسیا هم شما هم مرا آرام گذارید. شوهرم راست میگوید.
ما را راحت گذارید اکنون. این دختر در اینجا تا حال چیکار میکند؟ چقدر خلاص شده باشد؟ گریه کردن رو مرا عصبی نکن. تو همسری من هستی. به مانندی دخترهای جوان رفتار کردن رامانو و مثل زن شو. بشر آسیه گوش کن. تو گوش کن. این دختر باید زود از اینجا رود. مرا شنیدی؟ به هیچ کجا نمی روی. اجازت نمیدیم. مادامی که او میموند پس من میروم. آسیه اکنون مرا خوب گوش کن. آسیه در اینجا میماند و به هیچ کجا نمیرود. من پسردار شده میخواهم و آسیه به من پسر توقع میکند. از طرف دیگر تو همسرم هستی. بهترش این حالت را قبول کن. با همش تو گناهکاری. آسیه از خانه من دفع شو. آسیه بس کن. بس هست شد. خانم رو ویران کردی. شرم نمیداری. آسیه بس کن میگویم. در پس این چهره معصومت شیطان پنهان بوده است. بس کن گفتم. بس کن یه داخل شد. مرا با حالم گذارید. من هم از شما رها یافتن میخواهم. و من دست نرسون. خز از جایم. خز گفتم. نرس. کانی با این طرف گذار. من با خاطر تو خانم رو ویران کردم. یک عمر از پسرم جدا زندگی کردم. برایم این روز برایم این روز کانی با او سرده مرا سرده. بشر چی کار میکنی؟ در را محکم نکن. بشر چی کار میکنی؟ در را کشا. بشر این کار را نکن. بشر تو هم با حجرت رو مرا دیوانه نکنه. تا برگشتنم به خود بیایه. آرام شوه. مرا دیوانه نکنه. خاله جان کاش در برم می بودید. من به شما سخت احتیاج دارم. اکاین من فرید با شما خوردن میخوام. اگر در خانه باشید نزدتون روم. به خانه نه. در جایت است. من حاضر می آیم. یک دردم دوا نگشته دیگرش خروج می کند. حمدی گوش کن. در کجایی که نباشی زود به خانه بیا. حاضر فرید زنگ زد. من به نزدی او می روم. در را کشاید. مرا نمیشنوید. کشاید گفتم.
بشر در را کشا آخیر درم را کشایه در را کشایه خدایا من چی کار میکنم من چی در نجات میابم در را کشا خدایا خدایا من چی کار کنم من قاتل شدم جای تو حبسخانه است حبسخانه است بشر درم را کشاید نباشد خودم را میکشم کشاید آخیر درم را کشا کشاید درم را جواب میدی خانم اوسیه چرا این خیل گپ‌های ناحق میگویید احوالی مرا نمیبینید من گناهی ندارم دیگر خودت رو در نزد من خوار و زور نشان نده رفته با پلیس خبر میدیم میگویم که تو قاتل خالت هستی جزای کارهایت را میبینی ایستید خانم اوسیه خودتان میدونید که این ناخواست بود من خالم را دیده و دانسته نکشته بخیر چه فرق دارد کی میداند باز چه هیله و نیرنگ کرده ای یک طرف است خانم آسیه مگر دلم نشود که خالم را بکشم ناخواست شد میگویم مگر من خالم را مخصوص کشتم در کجا میگردی؟ چرا در گشوده است؟ چرا گریخت است که؟ بخیر است دمت را گیر آسیه چی شد؟ خانم آسیه کنی گپ زن آسیه مرا با پلیس می سپاره تو چه ها میگویی آسیه؟ میگفته است که من قاتل خالم هستم آخر من گناهی ندارم تو به حجرت رو خاطر نشو من به جناب خبر میدیم آخر من گناهی ندارم مگر دلم میشود که خالم را بکشم سورپریزم به تو معقول شد؟ انا امروز در حقیقت اویلدار میشویم
ба сарат сад бало омад, вале ту бо инҳо машғул шава, моҳрум? бале, охир имрӯз никоҳ мекунем. карим ба куҷо? мо тӯй дорем. бояд амаки ирфон ва дигаронро хабар кунем. охир ба шӯъба рафта корҳои мондаамро ҳал мекунам. охир ту ҳама корҳоро танҳо ҳал мекунӣ. ба падару амакам ҳам худат занг зан. ҳоло ҳам фикрат дар он духтар аст, ҳа? ман ҳам корамро дар ҳаққатон мекунам. осия, соати 3 ба боғ биё. туро интизор мешавам. хайр, ҳамсари карим шуда натавонистӣ. аммо кӣ медонад? шояд шоҳиди никоҳамон мешавӣ. карим, бояд туро бубинам. осия, соати 3 ба боғ биё, туро интизор мешавам. бисёр муҳим аст. чӣ мегуфта бошад? охир ӯро нигоҳ кардан дар кор, хурду хӯрок додан дар кор. ба фикрам ин маблағ намерасад. мерасонӣ. мувофиқи ҳамин сарф мекунӣ. гӯш кун. поятро дар шохи боло намон. ту маро намедонӣ. ба ту раҳм намекунам, фаромӯш накун. фарид, ба ин зан ҳам бигӯ гирьяро бас кунад. кӯдакро хуб нигоҳу бин кунед. шуд хавотир нашавед ака, хавотир нашавед. ин аз ҳомиладориаш аст, мегузарад. чӣ шуд ҳамдӣ? чӣ? зуд аз пасаш рав, ман ҳозир меоям. осия, осия. бахайр аст ҷаноб? кори ту чӣ? ту кори худатро дон. чуноне ки гуфтам, кӯдакро хуб нигоҳу бин кунед. ин фарзанди духтарам мешавад, яъне набирам. поятонро чени курпа дароз кунед, фаҳмо? сардорам, илтимос саросима нашавед. дурусташ ҳамин аст. монда шудам иброҳим. ин ҳаёт маро хаста кард. ҳар чӣ доштам гирифт. дигар чизе намонд. каме пас расман бо моҳру хонадор мешавам. баъзан рафтан лозим меояд иброҳим. ба фикрам ин дафъа кори дуруст ҳамин аст. сардорам, агар бо рафтани шумо тамоми дарду ғамҳоятон дар ин ҷо мемонда бошад, равед сардорам. аммо бовар кунед, ба куҷое ки наравед, онҳо ҳамроҳи шумо хоҳанд буд. илтимос як бори дигар фикр кунед. фикр кунед сардорам. ман сарбози хуб нашудам иброҳим. сардор дуруст мегӯяд. ӯ ҳамеша камбудиҳои маро мепӯшонд.
خانم نکنید. بهوده مرا من نکن حمدی. آن دختر باید جزایش رو بیند. خانم 1 دقیقه مرا گوش کنید. خانم سردارم، اگر در خاطرت باشد باره گفته بودی که در حیات از همه عزیز برایم کسبم است. انسان نباید از چیزهای برایش عزیز دست کشد، باید برای آن جد و جهد کند. سردارم، با گناهی من، برای آنکه با گناهی من شما و همکسبانم گپ نشنوید، به فکرم کاری درست همین است. مادامی که تو چنین میگویی معلوم میشود حالا هم کسبت عزیز است. پس موافق طلبات کسبت کار کرده کارمند سزاوار شو. به وظیفت و به من مشکلی ایجاد نکن. به تو چند روز مهلت میدیم. مادامی از صحیفه نو آغاز کردن میخواهی، این مهلت به فایده کار خواهد بود. بعد از این زود به کار شروع کن. سردار گوش کنید، من گپ تمام. میتوانی بروی. اطاعت سردار. بله در حجرهش. جناب بلا زند. این زن چیکار میکند؟ مرا هم به بلا میاندازد. جناب چیکار میکنیم؟ حالا در درون است. اگر همش رو نقل کرده باشد چی؟ من چی کردنم را میدانم. تو در اینجا ایست. سردارم، میدونستم که سردار شما را جواب نمیدهد. امیدوارم از این پس او را در حالت ناگوار نمیگذارم. ابراهیم، چی شد؟ برای چی آمدید؟ با سردارت واخوردن میخواهم. درباره یک مسئله مهم با او گپ زدن میخواهم. آیدی اوسیه است. چی بوده است آن مسئله مهم؟ مسئله چنین است که اوسیه حیوانیست. بشر جانم، در اینجا چیکار میکنی؟ اگر برای مرا من کردن آمده باشی گوش کن. نه وسیع، من نیتی تو را من کردن ندارم. به نزد سردار آمدم. میخواهم بیاناتی را که آیدی کریم در بیمارخانه دادم عوض کنم. حقیقت را میگویم. کوشش میکنم که او سزایش را بیند. ایستو این کارو نکن. حیاتش میسوزد. التجا میکنم بیاناتت رو عوض نکن. نباشد. تو هم حاضر همراه هم به خانه میروی. از آسیه خوردی به پلیس شکایت نمیکنی. این کار اصلا نمیشود. باید جزایش رو بینند. این طور باشد. یک جای جزا میبینند. بشر ایستو. به درون برید. خانم آسیه، شما رو گوش میکنم. یک جای جزا میبینند.
از شما میپرسم خانم آسیا. وای آسیا بعد از مرگ خالش خیلی غمگین شد. باز این واقعه ها خیر تماما تنها ماند. معلوم است که میترسد. از پسش آدم گذاشتند. خواستم به سردار گویم که برای محافظتش سربازان را فرستند. محافظ میخواهید؟ همینطور محافظانی نزدیک درتون بسنده است. ما را با چنین کارهای بیهوده مشغول نکنید. گوش میکنم جناب بشر. چی شد که به اینجا آمدید؟ گوشم به شما. من شما رو دیدن میخواستم، چون که چطور گویم وای شما در همین جا بودید؟ بشر رو انتظار بودم. خواستم با شما هم سلام کنم. بشر اگر کارت به آخر رسیده باشد بیا رویم، احوالم خوب نیست. جانم به تو چی شد؟ سرم درد دارد، ایستاده نمیتوانم. میلش جانم. خب سردار، من بعد به زیارتتان میآیم. به این هم یگان مسئله مهم نبود. میلش تا بازدید. برای کار رفتیم. چطور جرأت کرده از آسیا شکایت میکنی یا؟ من تو رو به دیگر زن داده نمیتوانم، به هیچ کس. تنها میخواستم او از حیات ما نیست شود. آسیا، اگر یک بار دیگر از کپم برای دیگر خاطر نمیبینم، زود بیاناتم را عوض کرده او را به حبسخانه جای میکنم. فهمیدی؟ کنی با ماشین گذر. میگویم که تو قاتل خالد است. جزای کارهایت را میبینی. من این را سزاوارم. جزای من همین است.
شد؟ خبر داد؟ کی برای دستگیر کردنم می آیند؟ او را من کردم. به کسی چیزی نگفته از خواطر نشو. شد آسیه، خودت را غمگین نکن، همش گذشت. با من بیا، من به تو یک تحفه دادن میخواهم. بیا بیا. با ما چی شد؟ چی شد؟ با عشق ما چی شد؟